درود به همه بینندگان کانال انفجار وین. من ستاره‌ام و توی این ویدیو میخوام بهتون یک کازینوی زنده رو معرفی کنم که از همه کازینوهای زنده ایرانی بهتر هستش. همونطوری که میدونید بین سایت‌های شرط بندی ایرانی کازینوی زنده فقط تو تعداد کمی از اونا هستش. و سایت بتسی که من الان میخوام کازینوهای زنده‌ش رو به شما معرفی کنم یکی از این سایت‌هاه که بین تمامی سایت‌ها کازینوی بهتری داره و شما هم میتونید با خیال راحت توی کازینوی زنده اون شرط بندی کنید. خب من از طریق صفحه اصلی این سایت این بالا گزینه کازینوی زنده رو روش کلیک میکنم و بعدش هم روی گروو گیمینگ کلیک میکنم. توی اینجا چند لحظه باید صبر کنم که برام کامل لود بشه و همونجوری که میبینید همه میزای کازینوی زنده برای من اینجا داره نمایش داده میشه. هر کدومو که خواستم میتونم روش کلیک کنم. بازی توی کازینوی زنده یه خوبی داره، اونم اینه که همه نتایجی که تو کازینوی زنده هستن کاملا واقعی هن و بدون اینکه نفوذی توشون انجام شده باشه یا کد مخربی توشون باشه به وجود اومدن. بنابراین خیالتون باید از منصفانه بودن و واقعی بودن این نتایج راحت باشه. خب من میخوام که برم روی بازی بلک جک یا همون 21 خودمون که از این بالا کلیک میکنم که میزای بلک جک رو فقط به هم نشون بده. شما توی کازینوی زنده بتسی میتونید رولت کازینویی هم بازی کنید، با کارات هم بازی کنید، پوکر هم بازی کنید و بقیه بازیایی که میبینید همشون رو میتونید به صورت مستقیم توی کازینو بازی کنید. حالا برای بلک جک میتونیم روی یکی از این میزا بشینیم. حالا برای مثال من روی میز کلیک میکنم که حداقل شرط بندیشم 2000 تومنه. یکم منتظر میمونم تا میز بازی 21 برای من لود بشه. خب همونطوری که میبینید میز بازی بلک جک برای من لود شده. الان یه دیلر به صورت واقعی و به صورت زنده داره بازی رو اجرا میکنه، داره کارتا رو پخش میکنه میونه این بازیکنایی که سر میز نشستن. شما وقتی که وارد این بازی میشید با منتظر بمونید تا یکی از این جاها خالی بشن، یعنی یکی از بازیکنایی که الان سر میز بلند شه و به جای اون بشینید که با کلیک کردن روی اون جای خالی این اتفاق میفته. وقتی که نشستید شرط خودتون رو مثل این کاربر قرار میدید و وقتی که بازی شروع بشه کارت پخش کن یا دیلر شروع میکنه به پخش کردن کارتا. یه کارت هم به خودش میده، بعد سری دوم کارتا رو پخش میکنه و امتیاز کارتا هم به صورت زنده به شما نمایش میده. خب حتما میدونید که بازی بلک جک چطور بازیه که هر کاربر به صورت جداگانه با خود دیلر بازی میکنه و امتیاز بازی جمع این اعدادیه که نباید از 21 بیشتر بشه، یا باید 21 بشه یا اینکه کمتر از 21 باشه. وقتی که کارت ها پخش میشه هر کاربر چند تا انتخاب داره. اولیش اینه که هیت بکنه، یعنی کارت بیشتری دریافت بکنه. بعدی اینه که میتونه استند بکنه، به این معنی که کافیه و کارت بیشتری نمیخواد. یه استفاده دیگه‌ای که میتونه بکنه اینه که اسپلیت بکنه که شرط اولیه‌ش رو به 2 دسته تقسیم بکنه و دیلر با 2 دسته مختلف شما شرط بندی کنه. یه انتخاب دیگه هم میتونه دالر باشه که فقط برای 2 کارت اولی که دریافت میکنید قابل اجراه و با دابل داون میتونید مبلغ شرطی که بستید رو 2 برابرش کنید. امتیازات توی این بازی به این صورته که کارتای 2 تا 10 دقیقاً به همون اندازه عددشون به شما امتیاز میدن. کارتای بی و سرباز و شاه هر کدوم 10 امتیاز به شما میدن و کارت آس هم بسته به دست شما هم میتونه امتیاز 1 رو داشته باشه هم امتیاز 11 رو. خب همونطوری که میبینید دیلر یکی اینجا به همه کارت داد. 2 تا بازیکن 20 شدن، یکی 15 شد که استند کرد، بازیکنای 20 امتیازی هم استند کردن و بازیکن چهارم که امتیازش 9 بود هیت کرد و امتیازش 19 شد. حالا خود دیلر ورقای خودش رو برمیگردونه که الان همونجوری که میبینید جمعش 18، یعنی از عدد 15 بالاتره و به جز بازیکن اول که 15 بود و بازنده شد بقیه بازیکن‌ها که بالای 18 بودن برنده میشن. اما اگه میخواید بازی رو یاد بگیرید و تمرین کنید بهتون پیشنهاد میدم که از قسمت کازینوی سایت بتسی وارد بازی‌های پاسور بشید و از اینجا بلک جک رو انتخاب کنید. تو این قسمت هم میتونید رایگان بازی کنید، هم با یه مبلغ خیلی کم مثلا 1000 تومان بازی بلک جک رو کاملا یاد بگیرید. بعدش وقتی که خیلی حرفه‌ای شدید میتونید برید تو بازی کازینوی زنده و با خیال راحت بازی کنید و کلی هم بتونید برنده بشید و پول به جیب بزنید.
خب من اینجا الان میتونم به جای 3 نفر بازی کنم و همونجور که گفتم بازی 21 در مقابل خود دیلره و من روی هر کدوم از این جاها 100 تومن شرط بندی میکنم و گزینه دیل رو میزنم که بازی شروع شه. دیلر شروع به پخش کردن کارت ها میکنه و همونطوری که میبینید اینجا الان 2 تا کارت اول من یعنی آس و 8 جمع امتیازش 19 شده. هدف بازی 21 اینه که امتیازمون یا به عدد 21 برسه یا کمتر از اون باشه. پس سندو میزنم. 2 تا کارت دومم 15 میتونم ریسک کنم و هیت کنم، ولی نه، همون جوری که میبینید 25 شد و قطعا اینو باختم. شت. 2 تا کارت سومم آس و 9 که جمعش 20، ولی چون آسه میتونه یکم باشه پس هیت میکنم. باز هم شد 20. دیگه روش استند میکنم و ریسک نمیکنم. خب الان امتیازات دیلرم 17 شد و 2 دست من که 19 و 20 بودن برنده شدن. یه دستم بازنده شدم و در مجموع 300 شرط بستم و 400 برنده شدم که این خودش خیلی عالیه. خب شما توی این قسمت میتونید قوانین بازی رو خیلی خوب یاد بگیرید. بعد به سایت بتسی برید و از طریق کازینوی زندش که بهتون معرفی کردم بازی 21 رو به صورت لایو انجام بدید تا خیالتون از نتایج کاملا راحت باشه. امیدوارم که این ویدیو کامل بهتون آموزش داده باشه که چطوری بازی 21 رو انجام بدید و با استفاده از این آموزش همیشه بتونید برنده باشید. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و با روشن کردن زنگوله از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. اگه ویدیو رو هم لایک کنید که خیلی ممنونم. تا درودی دیگر، بدرود.